ما امروز ما تصمیم گرفتیم که درباره یکی از قهرمان‌های مشهور فیلم هدایت سینان چالشکان‌اوغلو با شما معلومات دهیم. دوستان عزیز، برای پیشرفت کاری ما در کامنت‌ها فکر و عقیده‌هایتان را نویسید و در ویدیو لایک کنید. سینان چالشکان‌اوغلو 26 اکتبر سال 1978 در شهر استانبول ترکیه به دنیا آمده است. او حیات کودکیش را در شهر استانبول گذرانیده است و مکتب میانه را نیز در آنجا ختم کرده است. سینان بعد ختم مکتب به اکادمیای تئاتری موسیقی شهر استانبول داخل می شود و با موفقیت ختم می کند. بعداً او در یک مرکز زیبای صنعتی درس‌های پندآمیز و سبق‌های عملی را گرفت. سینان چالشکان‌اوغلو در بسیار صحنه‌ها اشتراک کرده است، از جمله رکلامه‌ها، فیلم‌ها، تئاترها و سلسله فیلم‌ها. اینچنین در بسیار برنامه‌های تلویزیونی نیز اشتراک نموده است. او سال 2006 در یکی از برنامه‌های تلویزیونی ATV، یعنی در یکی از سلسله فیلم‌های ماسکوی با نام سلنا با خاراکتر حادث رول اساسی را بازی نموده است. سینان چالشکان‌اوغلو 2 سپتامبر سال 2007 با دختر با مثل خودش هنرمند با نام یاشیم جرن اویلادار می شود، یعنی اویلا بنیاد می کند و بدبختانه آنها در زندگی نمی کنند. 10 مارس سال 2010 از همدیگر جدا می شوند. خوشبختانه در نگذشته بخت برای او باز گشوده می شود و 8 یولی سال 2013 او با یک هنرمند دیگر به نام توبه سارونال اویلا برپا می کند، یعنی آنها اویلادار می شوند و آنها بسیار خوشبخت می شوند و خوشبختانه زندگیشان را دوام می دهند و حتی آنها صاحب یک فرزند دوسریک نیز می شوند. اما بسیار متاسفم که نه تا این دم آنها زندگیشان را دوام دادند. بدبختانه با سبب‌های نامعلوم 16 نوامبر سال 2015 آنها از یکدیگر جدا می‌شوند. دیگر از حیات اویلاداری او یگان معلومات به دست نداریم. فیلم‌ها و سلسله فیلم‌هایی که سینان چالشکان‌اوغلو نقش‌آفرینی کرده است. سینان چالشکان‌اوغلو سال 2002 در سلسله فیلم‌های انسان بابالار دویار با خاراکتر امود و در سلسله فیلم سیرلار دنیاسی در موسم سیر کپاسی با خاراکتر دکتر نقش آفرینی کرده است. سال 2003 در سلسله فیلم بیر استانبول مسئله و در سلسله فیلم حیات bilgisi با خاراکتر اتاجان نقش آفرینی کرده است. سال 2004 در فیلم گرونمز آدم و در فیلم انسان بابالار دویار هنرنمایی کرده است. سال 2005 باشد در فیلم بیزنون kadınları و در فیلم دعوتسız misafir و اینچنین در سلسله فیلم ترس کوشه نقش آفرینی کرده است. سال 2006 او در فیلم پلیس با خاراکتر هالوک هنرنمایی کرده است. سال 2008 در فیلم کرپی در نقش پلیس مامور در سلسله فیلم عثمانlı جمهوریت و در فیلم اینجیر چکیرده‌ای نقش آفریده است. سال 2010 در فیلم یحشی جاذبه و در فیلم اینجیر رجلی نقش آفرینی کرده است. سال 2012 در فیلم‌های سبیت کنجا، ترکون uzaya امتحان و در فیلم işler göçler هنرنمایی کرده است. سال 2013 باشد در سلسله فیلم bir yastıka با خاراکتر شفق نقش آفرینی کرده است. سال 2014 در فیلم‌های کارامانın koyunu اینجی رجلی ده و در برنامه تلویزیونی کیم او نقش آفرینی کرده است. اینچنین در سلسله فیلم کرتنکله از سال 2014 تا سال 2016 با خاراکتر لوینت هنرنمایی کرده است و در این بین در سال 2015 در یک از برنامه‌های تلویزیونی الانوغلو نقش آفرینی کرده است.
соли 2017 дар филми «Калавия дели калилары» бо характери Вели ҳунарнамоӣ кардааст. соли 2018 бошад, дар филми «Гуревимист таътил» нақшофарӣ кард. дӯстони азиз, барои диққататон ташаккури зиёд. Инак мо ба анҷоми барнома расидем. Барои пешрафи кории мо дар комментария фикру ақидаҳои худатонро нависед ва дар видео лайк монед.